کارمندان نظامی بازن، خدمتچیان، کارمندان پروکراتور، میلیسیا، کروپسیا و دیگر خدمتچیان برای یک کثافت که منفعت شخصیش از همه منفعت بالا گذاشتگی است. هستین خودتان نظم بدانید. سالهای پیشتر بعضن سردار شعبه کارهای داخلی شهر استروشن و ولایت ماندم، ولایت نارام کردم. یک ولایتی شوخ که اینقدر مردم تنجی آرام بود، مردم را به پا خیزاندن. برای چی؟ برای با رفتاری غیر انسانی خودشان. اما شما اکثریتان کادرهای جوان هستید. این دولت و این سرزمین تاجیکستان عزیز، این وطنی تنها یک رهبر دولت نیست، وطن همه ما شما است. آباد کردن در کار، زحمت کشیده آباد کردن اما در کار، بنیاد کردن اما در کار که پالات حساب رفته سنجش کرده برآمدن، یگان حساب کتاب خواجگی داری ندارد بانکی ملی. هم چند خیلی خواستن وای کردن از معاوینا میلیون برای قرضی وای گرفتن، میلیون دیگه خانه بخر، خانه خریده، ماشین 100,000 50,000 150,000 افراد کردگی. هر سال سنجش کردن، هر سال، یک سال نه، هر سال. مثلا بودجت تهیه بودجت یک مرکزی نه، وزارت نه، ولایت ها، شهر ها، نویه ها، ساختاری نوست. مثلا پالات حساب انتخاب از بعضا معلومات آمده، من شما را 2 بار دعوت کرده آگاه کردم. مرتبه سیم دعوت نمیکنم، میبرن کشاله کرده از گوشش محبس میکنن. کارمندای پالات حساب 100 نفر میجه، اینا 100 نفر یک بار دیگر من شما را باور کرده وظیفه انتخاب کرده وای کردیم. بودجت دولت بگیم تهیه و همه چی حیات مامات دولت در دست شما دادیم. اگر خیانت کردین، بازار کردین، اینا ما آگاهتون کردم رسان، چون که معلومات ماده اومده ایستاده است. بعضناتون چیکار کرده ایستادین؟ نزدیک قانون جواب میگه. یگان بخشش نمیشود. 10 تا عنوان قهرمانی داشته باشه نزدیک قانون جواب میگه. اگر از رهبر کارمندان شما صادقانه کار کنید 50% موفقیت کار میشه. کدام ساختار بودجتی نروید پالات حساب کارمند شما الکی دیگر راهی دیگر نداره. 1 میلیون کروپسیا دست میزنین، 100 میلیون دا خیانت میکنین، میلیارد خیانت میکنین. من بعض از سپارش‌ها را شما را دادم درباره مبلغ‌های کلان. میلیارد، 1.5 میلیارد، 2 میلیارد سامانه خراجات شده است یک ابیکت. من حساب دادم که هر سال پگام مبلغ جواب گفتن در کار که مقصدناک مثلا سایه انرژتیک با نقلیات میلیاردها خراجات کرد، میلیارد، 1 میلیارد دلار ساعتی نقلیات خراجات کرده است. این مبلغی دولت است، مبلغی وزیر نیست. همه تان فرزندان مرا وطندار همی سرزمین صادقانه کار کنید، معاشاتون بد نیست. آخه نه؟ مانا باز از 1 سپتامبر با میشه oysa با در نظر داشته شوید میبینیم ما فونکسیا و وظیفه‌های زیاد دادیم شما. فهمیدی؟ پالات حساب و فونکسیا وظیفه‌اش بنیاد در اساس قانون وسیع است. و جدی نترسید. در چارچوب قانون کار کنید ندارید. میشه ترتیب نظام. صادقانه خدمت کنید. نه تاسیس دادیم هر یک کاری نه بیوای نمیشود، لیکن من برای شما تمام شرایط‌های و امکانات دادم. شاید گفتین وای در رفتم انتخاب کردن ده انتخاب کنید، نظارت هم میکنیم. نظارت حتما میکنیم. از هر یک کارمند ما نظارت میکنیم. دکلراسیون پر کنن، دکلراسیون را نظارت میکنیم، میتیم ما میسنجیم. هر یک خدمتچی دکلراسیون پر میکند، درآمدش کی مالکیت دارد یا این باید حساب شد میسنجیم و کار کند، حلال شود، معاشش خطی خدمتی صادقانه کرد، خدمتاشون قدر میکنیم. باید نسبت به چنین سنجشگران که بعد سنجش گذراندن آنها حالتهای کمامت و تصرف مبلغها معین کرده میشوند، چاره‌های قطعی تا حدی از وظیفه آزاد کردن و به جوابگری جنایتی کشیدن اندیشیده شد. من اینا در قانون جاری میکنید. شاید نشده است نماینده یک ساختار نظارتی تفتیش میکند، اخبارات میتید که جناب عالی همش درست، بعدی 5 بار پالات حساب میکند 10 میلیون کم آمد. چی است اینجا؟ روی راست کروپسیا پارگیری است. روی راست یگان چیز دیگر نیست.
وای تفتیشگر باید در نزد قانون حتما باید جواب بده و در ساختار عموما باید کار نکند. از کدام ساختار نظارتی این نباشد؟ کارمندی پروکراتور است، پلاتای حساب است، اگنتی است، انداز است. همش یک طرف. دانشکده تکمیل اختصاص بعد دیپلمی کارمندان طبی وزارت تندرستی 28 روز زیاد کشال یافته است. یک ساختار کوچک است. چی شده که اینجا اومد؟ سودا این هست. سودا نتیجه سنجش برابر پیشنهاد کرده نمیشه. در دوری دیپلمات میگردید، سودا میکنید، همین قدر میتید، من شما در نویسته میتیم. یا پیش از سنجش رفتن، من آمده ایستادم، همین قدر وای میشود، من آمده ایستادم، تیاریتان بینین. یک ساختار دیگر کنیم شما را نظارت کنم. در دست من است. من این روز برای چی قدر با احساسات وای میکنم؟ چون که خودم تاسیس دادم، خودم در ساختار همین ساختار قریب که در وزارت کارهای داخلی برهم دادم، این سالهای پیشتر بود. مثلا ریاست بود، دایر مبارزه علیه جنایت‌های اقتصادی و کروپسیا، زیاده از 400 نفر کار میکرد. من برهم دادم. همان زمانی بود که دیگه من بر معلومات شما میارم مقایسه کنیدتان. همان زمانی بود که اکنون مردمی ما با مهاجرت میرفتن، اکنون کم و بیش آرام شده. صادرات میوه سبزوات بود، با پیرواد بود، با واسطه بانک‌ها. چیکار میکردن؟ بعضناش بعضی کارمندان کروپسیا این روزا برین نظارت میکردن بانک‌ها را که پیرواد گرفت، که قرض گرفت، بیرکش میکردن، به دست میبردن. 200,000 میگیری، 100,000 شما مرا میدی. من برای برهم دادم. من کردم مداخله کارمندان تمامی از پروکراتور وای کردن، سیستم پولی بانکی مالی من کردم، فرمان قبول کردم. مردم میترسید با بانک ها زدن مبلغ. امروز در کدام گوشه ده باشد مبلغش میگیرد، دلار قطعی میگیرد، سامانه قطعی میگیرد، پولی وای قطعی میگیرد. من خلاصه برآوردم چقدر ساختارهای نظارتی زیاد شود، همانقدر سطح کروپسیا زیاد میشه. همچنین حادثه های نیز آشکار کرده شدند که متخصصان برخلاف طلبات نقشه کاری و فرمان رهبریت اگنتی فعالیت سوبیکت های را مورد تفتیش و سنجش قرار دادند که در نقشه یا فرمان پیش بینی نشده است. من هر سال تصدیق میکنم فعالیت کاری اگنتی را، نقشه سالانه را، کدام ساختار و مقامات من تصدیق میکنم. این چی است؟ این روی راست زکس است. این روی راست هدفی ناپاک دارد. من میفهمم بعضا دلایل جنایتی باشد، یا که از جناب پروکراتور درخواست میشود، یا که اگر ساختار و مقامات دیگر که فوری سنجش کردن در کار، لیکن اکثریتش و مقصدناک هدف قطعی است. هم عریضه تشکیل میکنیم، هم خودمان میسنجیم، هم بعضا کارهای دیگر میگیریم. این خیلی فکت هم است. حتما باید همون کادر میاشکن کنیم، حتما قصدن. این فکت هم است. تأکید گردید که هدف اساسی نه جزا دادن و محبس کردن قانونشکن‌ها، بلکه پیشگیری جنایتکاری و تربیت حقوقی اهالی است. برای یک کادر تربیت کردن چی سال لازم است؟ وظیفه ما شما، وظیفه اگنتی، پلاتای حساب، پروکراتور، دیگر تنها وظیفه خدمتی ما شما این محبس کردن نیست، زیر پنجره بردن شناندن شهروندان نیست، پیشگیری کردن جنایت ها است، کارهای پروفیلاکتیکی بردن در کار است، سطح معرفت ناکی حقوقی شهروندان بلند برداشتن در کار است که دست به جنایت نزنند، دست به قانون شکنی نزنند. یا اینکه میرود رئیس مجموعه میگه که 3 کاسه مرا جای زمین میتی، نیکی گفت تمام. رئیس جماعت 4 تا رئیس جماعت گرفته دیگر کشور رفتگی. از دست کی؟ از دست کارمندی کروپسیا و پروکراتور. برای چی؟ زمین میتی من. همین خیلی باید میکنیم که ما نمیدونیم، نمیشنویم، این اخبارات ها نیست.
تأکید گردید که فعالیت مقامات نظارتی باید شفاف باشد و کارمندان آنها با مردم پیوسته در تماس باشند برای مبارزه با ثمر با کروپسیا معلومات همه‌جانبه داشته باشند. شما کی چگونه نفس میکشد در کدام شهر و ناحیه باید دانید. کدام خدمتچی چه انتظام دارد، خب چه منبع‌های درآمد دارد، از کجا کار زندگیش، رنگ آینه برای در پیش شما باید باشد. شما افکار امور را باید آموزید. دور نروید، روید بازار روید، میفهمید چی فایزش راست است. آوازهای میشد میگویند در کجا کدام کارمند چی کارده مشغول است، در کدام دانشکده عالی کدام آموزگار چی کارده مشغول است. هست آموختن در کار. ما در یک ناحیه‌ای که 15,000 20,000 100,000 اهالی دارد نمیدانیم که چی وضعیت است، نمیدانیم که کی با چیکار مشغول است، نمیدانیم. اگر که ندانید خوبش کار کردن در کار نیست. اگر اخبارات معلومات نداشته باشید شما حتما به خطاگیر آمدید. چنانکه سرور دولت امامعلی رحمان تذکر داد، پرونده‌های جنایتی به اساس هم تشکیل کرده می‌شوند که هدف از آنها پاره ستاندن و قطع کردن تفتیشات است. 630 پرونده نسبت به 839 نفر با اساس‌های پیش‌بینی نموده قانون قطع کرده شده است. باید گفت که در پس این پرونده‌ها نه تنها شخصان گمانبر بلکه اهل عائله و نزدیکان و پیوندان آنها ایستادند. 839 نفر، نه بگیریم 800 نفر، یک عائله با 6 نفر چند هزار میشه؟ همون عائله را حساب کنید، خیش اقرباش نه. همین هزارها نفر از سیاست پیشگرفته دولت و حکومت ناراضی میشه. بعضا در جای خالی، در جای آرام، اعضای جامعه آرام